سلام دوستان عزیز دانستنی روز، حالتون چطوره؟ الان چند تا از کدهای مخفی اندروید که ازشون بیخبر بودید رو براتون افشا میکنم که برید حالشو ببرید. هر موقع یه گوشی دست دوم خریدید با شماره گیری ستاره مربع 0 ستاره مربع میتونید پیکسل های خراب و معیوب گوشی رو چک کنید. هر موقع خواستید یه گوشی جدید بخرید کد ستاره مربع 222 مربع رو فراموش نکنید. این کد همه اطلاعات ضروری در مورد گوشی رو به شما میده. فرض کنید که دوستانتون میخوان گوشی شما رو قرض بگیرن و شما برنامه‌ای دارید که نمیخواید دوستاتون ببینن. برای این کار باید اون برنامه رو هیدن کنید و به محض باز شدن گوشی با تاچ انگشتتون این برنامه برای شما اجرا میشه. برای این کار به ستینگ برید، بعد به منوی سکیوریتی برید و گزینه اسکرین پینینگ رو غیر فعال کنید. یکی از سخت‌ترین شرایط به سرقت رفتن گوشی، اما شما میتونید بلافاصله با شماره گیری کد ستاره مربع 06 مربع گوشی خودتون رو بلاک کنید تا سارق نتونه از اون سوء استفاده کنه.